Cisco, بلانش کردن میره مایاره. دقیقا
آره انداختی بچه مساله رو انداختی دیگه مساله چه پکنی چمان فرشو کمال دیوار زي زي چیزا صافی سه دباینش استفاده است نه سوای چی پشت ما بچه پشت ما یک چیز دیگه برد نگه این زغالت بده اجیونه و چاپ كم غير هذه نه اون شنده و وقت دیرایی هم كيف كودا انا هم مطلوب شان كتاكل مقصد باشه در درس مثال از این مرغام جنگ دارم با نام یاد خداوند بخشنده مهربان محمد بشیر هستم غنی‌زاده تخلص میکنم امروز با دوستای عزیز دوست داشتنی خود آمدیم ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا اسمی که شما میبینیم ما یک کباب مرغ میخوایم تهیه کنیم که ما امروز همکاری میکنند در این زمینه محمد زاید صاحب نجیب الله و دوست ما اینجا آمده مشاهده میکنه که ما چی رنگ کباب مرغ تهیه میکنیم خوب جای دیدنی داره افغانستان در کل ما در یک ماه پیش یا زیادتر از او رفته بودیم طرف ولایت بامیان بندامیر خب نظر به هر وقت سال موسم باز ما از این بعد دیگه میریم طرف جلال آباد با خاطر که طرف کابل و شمالی جوا سرد میشه ما جای گرم انتخاب میکنیم وقت نارس اینجا آمدیم دیگه که نیده بودیم در قسمت های وقت نامده بودیم که بریم یک بازدید کنیم از این منطقه وقت نارس امروت است این چیزا دیگه بار اول ماسکو ما ولسوالی تگاب آمدیم دیگه انشالله اگر در خیر یاد بودیم از این بعد باز دیگه بار آمدیم چون جای واقعا دیدنی است دیگه به مون خاطر ما تصمیم داریم که همیشه از این بعد بیایم چون وقت نار است و خب اگه آب هوا داره اینجا فعلا دیگه ما گوشت میخوایم خورد کنیم به اندازه کباب تکه باز بعد از او این اخته میکنیم که موادایش آوردیم روغن است به خاطر که از دنبه استفاده نمیکنیم چون در کباب معمولا دو تکه سه تکه که گوشت میباشه یک تا دنبه میباشه به خاطر که گوشت مرغ ما انتخاب کردیم که بی ضرر هم است زیادتر مردم مرض فشار داره هم تکلیفات داره گوشت مرغ برش خوب است بنان از خاطر که دنبه استفاده نمیشه در سیخای کباب از روغن چیز استفاده میکنیم مایه
خاموش. دوستان عزیز سلام مجدد. ما فعلا دیگه گوشت مرغ توته توته کردیم یا پیس پیس کردیم. حالا میخوایم همی نمک و مرچ گپ سخنش بزنیم که شما توجه کنیم. این نمک است، این زردچوبه است. که گوشت مرغ است، میفهمید که گوشت مرغ نرم است، نازک است و قدر اخته زیاد کار نداره. اگر گوشت گوساله باشه باید نیم ساعت لاقل طول بکشه. از این که این قدر چی نیست زیاد کار نداره. این سیر هم ده سیر همراه سیر، مرچ، نمک، مساله، زردچوبه به خاطر رنگش هم است، ذائقه‌ش هم است. نخیر او وقتی که کباب پخته شد مرچ مساله دار است. مادر جان مورد جور کرده بهترین یک مرچ. سیر یک ذره خوشمزه میسازه و نرم میسازه. اگر گوشت گوساله باشه باز او سرکه مفته یا آب پیاز مفته. هیچی که گوشت مرغ است دیگه قدر ضرورت به چیزا نداره. یک نوع مساله است، مرچ ترکیبش است و چیزای دیگه است به خاطر خوشبویی است. مرچ سیاه به خاطر ذائقه‌اش است. قابل روایی است که ما از تمام مرغ استفاده کردیم. یک کسی دوستا هستن بعضن که تنها از سینه مرغ استفاده میکنه، ما از بال و از ران و از همگیش استفاده کردیم. یعنی استخوان‌دار هم داره، مثل که گوشت گوسفند چوپان کباب چوپان جور میکنه، ما از مرغ دیگه کباب چوپان جور کردیم. کباب خو انواع مختلف داره. کباب تکه است، کباب شامی است، کباب چوپان است. خو ساده ترش چوپان است، به خاطر که اگه اختیش میکنی توته میکنی اخته میکنی دیگه چیز ضرورت نداره. مرچ مساله که است به خاطر ذائقه است. این روغن ما کس جای روغن دنبه کار میکنه، به خاطر که در کباب معمولا باید روغن دنبه شکار شود. یک 4 پیس شکست گوشت است، یک پیس زباین روغن دنبه می باشه. ما که از اینکه دنبه استفاده نمی کنیم، از روغن از استفاده میکنیم. منتظر میمونیم تا یک چند دقیقه خورخته کنه، بعد از اون سیغزونه بخیر شروع میکنیم.
دست بدون چی شده دامه زلعت زور چزا خودتا از ما عذر کنید که ما دل شکسته ایم، خاکستریم، بر رخ آتش نشسته ایم. دوستای عزیز، ما در قسمت سیخ زدن رسیدیم که کباب ما اخته شده و میخوایم یه سیخ بذاریم به پخته کردن. و شیر به خاطر از این گفتم که دوستای فرنگی هم با ما میباشند در سفرها که متاسفانه امروز نیستن. و یک قصه باید آمد که یکی از دوستا میخواست بره کمی گندم ضرورت داشت دیگه، میرفت یک آسیابان گندم قرض گرفت و ایره میرا که میامد میگه خدایا گری از کارای ما، از مشکلات ما بگذار خدایا، گری واسکو گری زیاد گری دم یک وقت قسمت راست کرد کمی گری کیسه گندم از ایوا شد، همه از گندم از ریخت در زمین. این نفر بسیار ناراحت شد، ای خدا ما تیم گری از کار ما بکشای، گری یعنی یک مشکلات ما را آسان بساز، تو همی گری رواز کردی همی کیسه گندم ما نریخ کل از در زمین، یا خدایا دیگه بسیار ناراحت. در می اسنا مجبور بود دیگه، چون در خانه ضرورت بود به گندم، ای رفت ششتم اینجا و گندم رو میخواد دوباره جمع کنه. در می اسنای جمع کردن گندم متوجه میشه که در می زیر یک کیسه یک هفته که پر از زر است. یک دفعه متوجه اشتباه خود میشه که هو ما چی اشتباه کردم، یعنی که ما اینجا از الله شکایت کردم که تو گیره را اون گیره و این گیره را فرق نکرد، در حالی که خداوند او را به خاطر ازی باز کرد که بر ازی کیسه طلا را به دستش قرار بده. خود از این قصه که از یک پند از به خاطر ازیست که دوستای ما زود بی صبر و بی قرار نشن، بی حوصله نشن. خداوند مشکل کشاست، چیزی را که او انجام میده و از ازل نوشته است ما شما در او هیچ اصلا پی نمیبریم، نمیفهمیم. خود دوستای ما می خواهشم است که زود قضاوت نکنن، همیشه صبور و بردبار باشن. خان ببخشید سیخ که میزنین کوشش کنین قسم نباشه، متوجه هستین؟ اینی سیخا را میشه این توتایتون در دو سیخ بزنین، ببین میره بار دوباره پاس میکنم. خب یک سیخ دیگه را میگیری در گوشه ازی میزنی، به خاطر که چی شود همی کورک خورکشار نکنید. بله هم بس است، آوارش کنیم بس مشکل نیست. باید همین قسم دیگه توتا را پیدا که توته زیاد باشه، به خاطر که باز یک توتا نمیشه نه. بله یک وقته کوتاه میگیریم تا که سیخار در کوره بانیم. هیچ اخته نشده. خوب رانا بازیتی اخته نمیشه. باید حوصله کنید. چی توتای چیه؟ امیش توتای کلان است، نمیشه دیگه، استخواندار است. این کباب پیشامیز دیگه. ولی فوکس ما در مصاحبه دادن ما چی کردیم چی
चमचम दस्त का बम वही छोटे बन अस्कर सलामी माँ तू अश्की माता 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 गट्टा एनर्जी बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवल नंबर हदीस शरीफ इन्नमल अमालु बिन्नियात बेशक दा टोल अमलुला सफानत सारे दे ضيم نمبر حديث الشريف حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وإياغة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاتق يا مسلمات رب المسلمات بيزحقون له أول سلام دعا فرقه دريم دينا روح بختنك دريم جنازي ساتو سلام دعوتك بيمزبك رحم الله دريم نمبر حديث الشيخ رحم الله من لا رحم الناس الله تعالى باچا رحمنك سوش الله تعالى بمخلوقات وباني رحمنك سلورم نمبر حدیث شریف ادخل الجنة قدات فقل خو سړی په جنت ته نشي داخله ده پنځم نمبر حدیث شریف ادخل الجنة قاطع شیخ خپل پټي کوونکی سړی په جنت ته نشي داخله ده شپږم نمبر حدیث شریف الظلم ظلمات یوم القیامة ظلم په قیامت په ورځ کې تیارو په شان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذين يوسوس في صدور من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پلار مور نومونه د پلار نوم یې عبدالله او د مور نوم یې بیبي امینه بیا د هغه نور دا مشاور ملائکه څلور دي اول دا جبرائیل علیه السلام دویم میکائیل علیه السلام دریم اسرائیل علیه السلام دریم اسرائیل علیه السلام څلورم اسرافیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام پیغمبران او طواف راوي او میکائیل علیه السلام چې دی بارانونه کوي او اسرائیل علیه السلام چې دی هغه دا څوک چې ملکي د دې سالي او اسرافیل علیه السلام چې دی دا د قیامت پر ورځ کې تیز اواز باندې شپېلې وخت د اسمان راغوځي ټیکه ټیکه کېږي پچه پچه نو بیا اسلام بنا یې پنځه دي اول کلمه دویم نوم دریم روژه څلورم زکات پنځم حج بیا آسماني کتابونه څلور دي تورات زبور انجیل قرآن کریم اول مخ مینځل دویم مټې مینځل دریم سر مسح کوه څلورم مخپې مینځل څلورم مخپې دریم مسح کوله او څلورم مخپې مینځل زه غواړم راتلونکي ډاکټر شم Pacchetto dei tibanti però magari una buona conto di un ci sia. ข้าบ้านข้าปากข้าชิบะข้าชิบะ Gana?
یک پکه کوب غنی زاده راش عملی تقریبا این طرف نه که تنها اونجا پاکو شما بالا میکنید خالی باشه